دختر روبروی منزل ما آتش شده به جان و دل ما نور افشان میکنه بابا مرا پریشان میکنه بابا. فلفل اما فلفل ما چیکار کنن گوشنگی خود بخورده اما رودام و فونتیه. چشمت عجب است گوشه چشمت عجب عباس کجا بوده که نمیآیه عجبه بلبل به قفس قفس میانی آتش بلبل بسوزه قفس نسوزه عجبه. بالله رد خوندن نکن گوش رد خوندن نگه. چرا؟ رد خوندن نگه بالله. برات کی بگم رد؟ یارم خانم همه گفتم خیلی هوشیاری یک پیری هوشیاری به سر میاد. چرا؟ امی تگای فکر خانم همه هست خوب. هیچ هوشیار نیه. چرا؟ خبر نمیدی آخه چرا؟ کار شده؟ دختر کنم دار کرده. حالا کنده شو؟ همه فاته کردم. نه تو سه کدوم تو شاید پشیمون شه. به خاطر 4 جور بزنی بریم دختر جوان خوب با مرد پیرمرد 70 ساله دار. دل تو نمیسوزه گیله. چرا گریه میکنی گیله؟ به چی خاطر گریه میکنی؟ گریه نگو گیله خیلی باشه که بتونه ندادم. بگذار که دختر تا زنده میته بسوزه. بفهم خانمه بفهمیدی؟ بعضی ها دیگه پا خورم میخوانی خانمه میگذاری. نه دیگه بسید. من پیرمرد ماماشاگلو خاله دادم. بریدی ماماشاگله. 70 سال سندونه گیله. وای 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 بگم زندگی دختر خراب کرد به خاطر 4 جور زمین. زمین بیتر زندگی دختر تو. بگم بسیار خالم نرد. نه یا دیگه خاله خود نری پای میشکنم اینجا که بیایی اگر می خاله من نگله میسرم ما می دلیز آمد خوب بابا برو بگو ما فلفل نماش برو بگو ما تیر راست از اینا ما بازار میله در از اینا ما بخیر نمیگذارم یا گیلک دنگ فوتا کردم دیگه هیچ طاقت من نمود بخستم بیامدم همیت من کمی گریه هم بگیر عروس چی؟ کجی گریه نمیکرد؟ کجی چی خبر داشتین گریه میکرد به خونی من دکاش اشته بیدم سعی که تو یک معتل هست خوب گیله گمش کنه میگم میشم چی به سبب تو چی به؟ یاد میرفته گیله خوب معتل هم بودم مردم قدیم گفته بیده چی میگفتن مردم قدیم؟ گفتن دختر خاله نمیده به چی بگید اینه چی میگم گیله؟ بده رسی پاک سرگی شدم اینا چی میگفتن مردم قدیم؟ یاد میرفته گیله نگال باش یاد مگر بگو سیکو تو دختر خاله من خیلی میسوزه یک روز چیز کرد جیده سرای نوه آمده بود متی میشه دید تو سال تکنون داره گفته که بچه خاله چه بگی که لگ همین او که ما رخشی میکنیم ما خوب گفتم شما که بتاثر خود چا دانید گفته یه او جیرخت و پاک میشه بیتره او که تو بقید توالا من خیلی سعی میکرد نمیشه بقید توالا نه خد برو خدا بفهم بقید توالا من سعی میکرد خود پاک و تا سر نمیشه مرسی ایکا درست دیگه تو کنم ای گردم خواسته آره مرسی ایکا دیگه خیلی نام خدا قیافه من سعی میکنه بگم تو قیافه من چرا من مسخره میکنی درست بگو نه خب برو گفت بگو گفت قیافه تو سعی میگه چیکار چی میگه بگو یعنی میگم او شاید که به ما عاشق بوده باشه راست میگه خدا مادر از این خیر خشین نخون نده که خور بخورانه خالی ما هسته تو زمان برو سیکنم نه رو گیله اینه میری تو ماله همیشه من دست رو این پیرمرد اگه دیدم من پیرمرد اگه دیدم خدا تو سلط میکنم
میکنم. چی که دیگه بشین دیگه حالا کار از کار دیجیده بشین سر جا خو بابا چی بشی؟ دارم خوب خربزی باشه گردنم و بعد رسیدی خوب باشه اوه گردنم و بعد خوب خربزیه نیه خوش به کس مسی نشون دونسته کنم خوب خربزیه نیه مدار یعنی خربزیه همین لالا نشدم لالا سلام علیکم همین سه کنی این خوب خربزیه لالا دیگه از این خربزه بیتر دیگه به هم دنیا پیدا نمیشه. این بسیدیه اوه انا بیکاش شیرینه از این دیگه بیتر نیه برو رو شهر افغانستان نه پیدا نمیشه. نه این می چکار کنی می بخوری شیر مادر تو والا با کار دارم خوبه بخیر باشی لالا او کجا میریته میرم کار دارم خوبه برو بخیر باشی ماما لالا بیا این دیگه بیا این استی ایان نبره شما بپرسو میگو همین بگیریم که مونده شدم به این منطقه شما و میگه شما کفتر هم هسته کفتر کفتر می چکار کنی ابا می کفتر بدی شما کار نداشته باشی هسته کفتر این خربزی مال خوب خربزیه برارم از این خربزه بیتر دیگه پیدا به نمیشه این شما کفتر هم هسته کفتر برارم دیگه من چی میفهمم به دیدی که هسته این خیلی دور درازه حالا دیگه من نمیفهم که کسی شاید داشته باشم ها بیچ هم نیه برارم کفتر می چیکار کنی با کار دارم یعنی شما میگین بگردون کفتر پیدا خو کردون دیگه بگردی شاید پیدا شه این می به کفترا بدی نه ای فازی نکرده ای فازی که توی به کفترا بدی ماما خوب خربزیه آه بیترین خبر گردن و من باشه می ارزش نداری به پیش بی خود در یک دنیایی چه خوی میدستم یک قاشی من بر میدستم نه دیگه این از شما نیه یه دیگه کسی اوه خیلی یعنی دل جمع باشون پشت بکن خوب خربزیه ماما جو من که سی کردم همین خربزه هیچ کمی نداره یعنی زمین خط به من میدید که خور خربزه زمین خوبیه خط به تو میدم که بیترین خربزیه خوشیه دیگه چی می خیلی باشه خلاص کفتر هم میتونه بگرد پیدا میشه دیگه ساعت یکی دسته باشه بله خوش آمدی باش که ما چند نفر دیگه هم بپرسو که ما مطمئن باشم همی خربزیه خوب خربزیه یا نه لالا همی سی کنی چی سی کنم؟ همی چند سی کردم چکاره؟ این خوب خربزیه خوبه دیگه بسیدیه دیگه معلوم نمیشه برو اگه قاش کنی یا قاش بخورم مثلا معلوم میشه نه یا شما نیه یا دیگه کسه این شیرین نیه خوبه دیگه این خربزه گرگک اینا شیرین ها بسیدیه اینا خورد و کلون نداره هر کدومی که برداری شیرینه یعنی خوب چیزیه دل جمع باشه دیگه بگه مد خواهم نیازه چند بخریدی؟ بخریدم با هرچی بخریدم خود زد به 100 روپی خریده بشی نه دیگه 100 روپی هم نشده یک چیزی بوده 30 روپی خوبه ارزون حال من 40 روپی 30 روپی خوبه شده باشه بله یعنی دل جمع باشه پشت بکو باشو دیگه لالا که دل جمع نبودی نمیخریدی بگم لالا هر چیز دیگه به این منطقه کفتر هم پیدا میشه ساره ای؟ هر هم کفتر مای باشه کفتر باشه کفتر ساره ای گاهی وقتا به سر می زمینا گندم و شیلی اینا میای میشینه اونتا کفتر خونگی نه بمود دیم و یکی داره چی می چکار؟ خیلی راه یا کمی راهی من پیادی و وسیله ندارم با آخر دیه دیگه کجا تا برون؟ میته که بیامدی دومی کوچه بند خوب برو پیش برو آخر نه دیمش این که آمدو همیته که میری میگم مثل چپه اندختی همیته که میری یعنی کفتر ها خب می چکار؟ لالا با کار دارم تو ایاتی میخری کفتر ایاتی ایات کدی برارمه از ما اتلیس بچار میکنه ایات نبید مالا به ایات شدم برو لالا گسپنده آخ بچرم برو کلک سندوری و تو سکوال با من ایات شدم خواستن نگه ایات کفتر میزه برا بخاره بسه مردم باش که معجمی مامان بپرسو ماما چی گفته؟ ماما به این منطقه شما کفتر ها پیدا میشه
کفتر کفتر می چیکار به کنی؟ کار دارم ماما، کفتر به کار دارم. اینه کدو کفترها سرایی خونگی فرقی نداره، کفتر سحره‌ای خونگی نداره. میخری؟ نه نمیخرم. خب ما چه کنم کفتر هسته؟ کفتر نه که دوتای هست باقی دیده که معلوم نیه با ده کرونه مگر بگردی بری به تعدیل سعی کنی که ماما کجا بگردم؟ همیشه برو به تعدیل بپرسد دیگه همیشه که از من میپرسی بابا ماما جون میگم خودی از یک خربزه دست خود کفتر میشیده کنی خب خربزیانه ماما. خب خربزه میشه شیرینه. اینجا دسته که نه ماما این مال شما نیه، اشتا آدم مفخوری، ماما شما هستی با مال مفخود خود خفه میکنیم جوری. یعنی آقا خربزه بدی خود خفه میکنم بری ماما برای کار خوب بری. ماما سلام علیکم. علیکم منده نباشی زنده باشین. ماما. بله گردن مبند باشه، هر را رفته حراک شدم ماما. خیریت باشه خوب. ماما می بگیر خربزه به من آوردی؟ آخ جان همه زر ماما برات خربزه گشتم، همه زر برات کفتر گشتم، پیدا نمیشه. شما به می دیر خود کفتر رد نداری. کفتر می چیکار کنی؟ به کار دارم ماما. نه. ما سعی کنم همی خربزه که نصیب کفتر میشه یا نمیشه، من همین ما معلوم. چی گفتی؟ ماما سعی کنی هر که میگه خربزه خوب نصیب کفتر میشه، بفهمیدی؟ من گفتم همه مردم میگن، همین من مگر معلوم کنم ببینم که آیا همین واقعیت داره همین خربزه خوب نصیب کفتر میشه یا نه. حالا من میگردم برات کفتر خربزه هم بستندم، من ببرم سعی کنم واقعیت داره همین خربزه خوب نصیب کفتر میشه یا نمیشه. کوکو جو بله تو دیونه ای یا شیا؟ یا دانم بله مال 10 تا مثل شما تشنه میبرم سر دریا پاک میارم. این مثال قدیم اشته مثال قدیم میگن خربزه خوب نصیب کفتار کفتار که میفهمید یک ایوان داره شغال و روا که بدید گو اوی تو چیزه تو این نصیب کفتار میگی کفتار میخوره خربزه یکم دیمونده سکو که چی میگم تو آن فرد مثال یک دختر 14 سالی آن من میرم مثل من پیرمرد 70 سالی هم این میگن خربزه خوب نصیب کفتاره یعنی او دختر خوب سواددار با کلاس فهم هوشیار دپنگی و اونه شما ملتکی پیرمرد دل پا شما بلب گل رسیده امروز ثواب خیر کوچی میموری مثلا میگم بی سواد کمک عقل کمال شما کمتر شما کم عقل کمال مثلا او دختر فهم میدم به شما مرد 90 ساله 70 ساله که پا شما بلب گل رسیده این میگه خربزه خوب نصیب کفتار میشه. بله خوب پس مدر میینه دیشه اختلاط میکردم میگفتم دخترم ماما عروس کردم بدادم به مرد 65 ساله خوب بفهمیدی؟ دخترم شاید 25 20 باشه بفهمیدی؟ مدر یعنی گفته خربزه خوب نصیب کفتار میشه گپ مدر و بالا دخترم میبوده گپ مینه دیگه موجو این بلمسالی مثلا مردم قدیم یعنی خربزه ما ببرم بخورم اینا که اون نوش جان کو شما نمیخوری بگی بشکه که خودت خودی هم ما بخوری دیگه ولی عجیب شما مالا مفته ببینی خود خمیش که کفه بکنی میگو دواری کارا خور نکو کوکو جو اینا مطلق قدیمه پس اینجی میگه چیزی که عیانه چی اجاد به بیانه